افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. بیبی جان با من یک افسانه خوانید. افسانه‌ای سه سگ و یک گرگ. چرا مخصوص این افسانه؟ من میخواهم که درباره گرگ ها افسانه گوش کنم. شاید که شب میترسی؟ نه، من زورم. بیبی جان من نمیترسم. من از تاریکی نمیترسم. آفرین، این طور باشد افسانه سه سگ و یک گرگ را همراهی بچه ها گوش کن. مایلش بیبی جان. روزی سه سگ یک گرگ را در قریبی های دیه دیده از دنبالش رفتند. سه سگ سیاه و خاکسترنگ و زرد زبانهایشان را برآورده بی ایست از قفای گرگ میدویدند. گرگ میگریخت و سگها میدویدند. دویدند بالاخره گرگ را توانی گریختن نماند و آن خسته و بیمدار به سری بلندی برآمد. دو پای قفایش را به تکش گرفته نشست و به سگها روی آورده گفت: ایستید، کنی بگویید که برای چی شما مرا تعقیب کرده ایستاده‌اید؟ این گپ‌ها سگ‌ها را حیران کردند. در واقع چرا آنها خود را در عذاب مانده گرگ را تعقیب کردند؟ سگ‌ها در مقابل گرگ ایستاده به فکر رفتند. تو سگی کی؟ گرگ دندانهایش را گیز کرده پرسید از سگ سیاه. من سگی چوپان، جواب داد سگ سیاه. تو سگی کیستی؟ پرسید گرگ از سگ خاکسترنگ. من سگی قصاب، جواب داد سگ خاکسترنگ. خوب، گفت گرگ سرش رو جنبانیده و به سگ زرد روی آورده پرسید. خوش، تو سگی کیستی؟ من سگی کلالگر، جواب داد سگ زرد. بعد از اون گرگ به سگ سیاه رو آورده گفت. تو سگی سیاه حق داری که مرا پیش کنی، زیرا من از رمه صاحب تو گوسفند را بودم. سگ سیاه سر جنبانیده گفته گرگ را تصدیق کرد. تو سگ خاکسترنگ هم حق داری که به من دررفتی، زیرا من روده و استخوان‌های مال‌های کشته صاحب تو را کم نخوردم، گفت گرگ. سگ خاکسترنگ هم به گفته گرگ سر جنبانیده آن را تصدیق کرد. سپس گرگ به سگ زرد نگاه کرده گفت. تو که سگ کلالگر هستی، چی حق داری که مرا تعقیب کنی؟ مگر من کوسه و طبقی صاحبت رو خوردم؟ سگ زرد شرمنده شده سرش رو خم کرد و راه گریز رو پیش گرفت. سگ خاکسترنگ هم برای روده و استخوان گرگ رو پیش کرده گشتن من چی لازم بود؟ گویان به راه آمدهش رفت. سگ سیاه تنها موند. یک خودی من گرگ رو چی کار کرده میتوانم؟ گفته از پی شریکانش رفت. گرگ دانو به حال سگ‌های نادان خندیده از پی رزق و روزیش رفت. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه
خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برم